ما با همه حزب‌های سیاسی، با حزب حکمران، با همه حزب‌ها موقع کنستروکتیوی را اعلان کردیم. یعنی ما با همه همکاری میکنیم. چون مقصد همه ما رشد تاجیکستان است، پیشروی است و دریافت همه شرایط خوب برای مردم است. فکر میکنم که همکاری برای همه ما هم مفید است، هم بیشتر فایده می‌آورد. فضای انتخابات ثبات و آرام است. تمام شرایط ها برای انتخاب کننده مهیا است. یعنی مردم آگاه است، رویخط ها هستند، حوزه های انتخاباتی، участке های انتخاباتی فعال هستند. Куда мы чёрного отмечать мы до да? Да, я знаю. Но не 8 же.